الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. در درس‌های گذشته دلائل بر عدم قرائت پشت امام که مقتدی باید پشت امام سوره فاتحه را نخواند، اعم از اینکه نماز جهری باشد و یا هم نماز سری باشد. در هیچ نماز مقتدی وظیفه مقتدی شنیدن و خاموش شدن هست. و یکی در حدیث میں که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نماز درست نمیشه جز از خواندن الحمدلله. این در مورد امام و منفرد هست. کس امام باشه ای بخوانه. تنها نمازگزار بر ازم واجب است که الحمدلله را ضرور بخوانه. اما کسی که مقتدی هست، مقتدی باید خاموش باشه، گوش بده. مقتدی حق خواندن نداره. به می عنوان یک دلیل یاد داشته باشین. دلیلی که مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله صاحب سیرت المصطفى، معروف سیرت هست، در تمام زبانها ترجمه شده، یک دلیل می آوره. زمانی که پیامبر ما شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به بیت المقدس برده شد در شب معراج، مثل که پروردگار در آیه اولی سوره اسراء پاره 15 میره بیان کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بسیار یک عجیب دلیل میگه. عجیب میگه پیامبر ما محمد پاک صلی الله علیه و سلم در بیت المقدس که رسید، براق را جبریل امین علیه السلام در جای بسته کرد، جایی که دیگه انبیاء کرام براق و مرکبای خود بسته میکردن. زمانی که پیامبر علیه السلام داخل مسجد بیت المقدس شد، 1,24,000 پیامبران تشریف آوردن. به همراهشان بلا تعداد فرشته ها از آسمان های مختلف پایین شدند. جبریل امین علیه السلام محمد پاک صلی الله علیه و سلم از دست گرفت، به محراب پیش کرد، صف بندی شد. محمد پاک علیه السلام امام مقرر شد. 1,24,000 پیامبرا همه مقتدی شدن. 2 رکعت نماز خواندن. تمام انبیاء کرام و فرشته ها با اقتدای پیامبر ما محمد پاک صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خواندن. امامت کی کرد؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. حال ببین، در حدیث میں پیامبر علیہ السلام میں فرماید کہ سورہ فاتحہ از خصوصیت های من هست، از خصوصیت های قرآن عظیم الشان هست. دگه کتاب های سماویه سورہ فاتحہ نامده، با دیگه انبیاء کرام سورہ فاتحہ داده نشده. ای امتیاز خصوصی پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. حاصل ازی چی معلوم میشه؟ مولانا محمد ادریس کاندهلوی از اکابر علماء دیوبند هست.
او می فرماید از این معلوم میشه که سوره فاتحه فقط خصوصیت پیامبر علیه السلام است، نه خصوصیت دیگر انبیا. به دیگر انبیا داده نشده، کسی یاد نداشت. اگر به دیگر هم داده میشد بس خصوصیت پیامبر ما نشد. پیامبر علیه السلام که امام هست سوره فاتحه را خوانده، خود دیگه 1,24,000 پیامبرا به شمول فرشته ها پشت پیامبر علیه السلام اقتدا کردن، با اینها سوره فاتحه نیست. حال از غیر مقلد پرسان کو این نماز پیامبرا پشت پیامبر علیه السلام شده یا نشده؟ کس گفته میتونه که نمازشان نشده؟ هر کس میگه که نمازشان ای چه رقم نماز شده که بدون خواندن سوره فاتحه نماز خود شما میگین که لا صلات الا، هیچ نماز بدون فاتحه نمیشه. دوجه امام محمد پاک صلی الله علیه و سلم است، مسلک ما از اینجا ثابت میشه ترک قرائت خلف الامام، نخواندن سوره فاتحه پشت امام و درست شدن نماز به این شکل، این سنت و طریقی 1,24,000 انبیاء کرام هست. بگو سنتی کی است؟ 1,24,000 انبیاء کرام. همه به امامت پیامبر علیه السلام اقتدا کردن پشت پیامبر علیه السلام و سوره فاتحه هیچ کدامش نخوانده. و کسی میگه که خوانده و یاد داشت، بگو دلیل پیش کنه. دلیل ما خوزمو احادیث است که پیامبر علیه السلام میگه سوره فاتحه خصوصیت ما هست. پس بناءً مسلک ما واضح است که مقتدی وظیفه مقتدی باید از پشت امام سکوت داشته باشه و از پشت امام قرائت نکند. وظیفه مقتدی است. خواندن سوره فاتحه وظیفه امام و وظیفه تنها نمازگزار هست. مقتدی باید از پشت امام قرائت نکند، مثل که 1,24,000 انبیا به شمول فرشته ها در شب معراج در بیت المقدس پشت پیامبر علیه السلام 2 رکعت نماز به اقتدای پیامبر علیه السلام خواندن. پیامبر ما امام الانبیا والملائکه قرار گرفت و هیچ کدام هم سوره فاتحه را نخوانده و نمازشان چیست؟ درست هست. پس باید مقتدی از پشت امام سوره فاتحه را نخواند، خاموش استاد باشد.